سلام میکنم خدمت ورزشکارای اپ انرژی. من دانیالم. قرار امروز یه تمرین هوازی خیلی خوب داشته باشیم. حدودا تایم 15 تا 16 دقیقه زمانتون رو میگیره. فقط نیاز دارید به یه مت و آب آشامیدنی. خب اگه آماده باشیم بریم حرکت ها رو شروع کنیم. اولین حرکت رو انجام میدم. خب به این سمت رو میسم، برپی میریم، پا رو باز میکنیم، یه شونه چپ و یه شونه راست جمع میکنیم و بعد میایم بالا. آماده؟ 3 2 1 بریم. برپی باز، یه شونه بندی جمع و بعد بالا میپریم. آماده؟ عالی. و بعد میایم بالا. اگه سختتون هست میتونید حالت آسونش به این صورته قدم به قدم انجام بدیم و بعد بریم بالا. عالی. یکی دیگه. عالی. خیلی خوب. استراحت میکنیم، میریم سراغ حرکت بعدی. حرکت بعدیمون به پشت میخوابیم و یه پا رو بالا میاریم به این صورت. کف پا روی زمین، پاسم بالا، یه پا صاف به سمت بالا و پایین حرکتش میدیم. عالی. خیلی خوب. تا جایی که میتونید باسن بالا بیاریم، شکم رو صفر کنیم. عالی. خیلی خوب. خیلی خوب. ادامه بده. چیزی نمونده. 3 2 و 1. عالی. خیلی خوب. یه نفس میگیری، یکم آب میخوری و پای مخالف رو انجام میدیم. خب دوباره به پشت میخوابی، کف دست روی زمین، شکم تو. آماده؟ 3 2 1 باسن میاریم بالا، پا صاف. عالی. خیلی خوب. عالیه. شکم صفر، باسن صفر. تا جایی که میتونیم هیپو به سمت بالا فشار میدیم ولی شکم تو باشه. عالی. خیلی خوب. بالا بالا. 3 2 و 1. تمام. عالی. خیلی خوب. میریم سراغ حرکت بعدی. حرکت بعدی میریم به سمت پایین و بعد میپریم به سمت بالا. اگه سختتون هستش اسکوات رو میریم و بعد فقط بیایم روی پنجه. بریم. وقتی میریم بالا نفس خالی کنیم. خیلی خوب. اسکو. آسون شدهشو میرم روی پنجه. عالی. ادامه بدیم. 3 2 آخری 1. عالی. خیلی خوب. حرکت بعدی رو میریم انجام بدیم. دوباره روی دستامون میریم قسمت پایین به این صورت حالت شنا قرار میگیریم. بازم تا جایی که میتونیم میدیم به سمت بالا. باشه پا رو سعی میکنیم به زمین برسونیم و بعد پا بالا به این صورت پا میاد پایین و بعد بالا. یه پا رو انجام میدیم. خیلی خوب. خب حالا پا رو عوض میکنیم. عالی. تا جایی که میتونی شونه هاتون رو به زمین فشار بدیم و بریم بالا. شونه افتاده نباشه. خیلی خوب. عالی. اینم تمامه. میریم سراغ حرکت آخرمون. پا رو باز میکنیم، اسکوات میشینیم و بعد به سمت چپ و راست خیلی کم حرکت میکنیم. خب یه ذره نفس بگیریم و بعد حرکت رو شروع کنیم. آماده؟ 3 2 1 میریم پایین. چپ راست چپ راست. عالی.
خیلی خوب. ادامه بده تا جایی که میتونی بیا پایین. خیلی خوبه. باریکلا. چیزی نمونه. عالی. یکم سوزش توی چهارسر پا هستش که اون باعث میشه که عضلاتتون تقویت شه و تو قسمت پهلوها و کناری شکم. عالی. خیلی خوب. یه راند تموم شد. 2 راند دیگه از این حرکات داریم. پس یه استراحت بکن. عالی. خیلی خوب. مرسی که تمرین میکنید و به بدن خودتون و سلامتیتون اهمیت میدید. عالی. حرکت اول رو میریم شروع کنیم. برپی. بریم. آواز. شونه. و بعد این بالا. خیلی خوب. آواز. دسته. شونه. و بعد بالا. عالی. خیلی خوب. آواز. دسته. ادامه بده. اگه سختتون هست قدم به قدم انجام بدید. آخری آواز بسته اینجا. خیلی خوبه. عالیه. میریم سراغ حرکت دوم. به پشت میخوابیم و بازن رو به سمت بالا میاریم. عالی. خب دست رو روی زمین، بازن بالا، بازا. عالی. آماده ایم؟ شروع کنیم. 3 2 1 بریم. عالی. اول یه پا و بعد پا بعدی. خیلی خوب. اگه سختتونه اشکال نداره. نصف تایم رو باسن بالا نگه دارید، نصف تایم رو فقط پا. عالی. برو ادامه بده. چیزی نمونده. 3 2 و 1. عالی. استراحت میکنیم. چند تا نفس عمیق و بعد پای مخالف. خب آماده؟ بریم. 3 2 1 باسن بالا. عالی. تا جایی که میتونی باسن تو بالا نگه دار. شکمتون باسن رو فشار بده به هم و عضلاتش رو منقبض کن. این حرکت یه حرکت خیلی خوب هم برای پا و هم قسمت شکم، پهلو و حتی قسمت کمر. عالی. چیزی نمونده. 3 2 و 1. عالی. میریم سراغ حرکت بعدی. جامپ میکنیم. خب گفتم آسون شده این حرکت به این صورتی که این پایین و بعد روی پنجه. آماده؟ نفس عمیق. 3 2 1 بریم. عجله نکنید. خیلی آروم. موقع فرود روی پنجه هاتون فرود بیاین. نذارید با پاشنه باشه و صدا ایجاد کنید. اگه همسایه پایینی دارید سعی کنید بیدارش نکنید. عالی. ادامه بده. خیلی خوب. تمام. خیلی خوبه. عالی. حالا یکم شروع کنیم. آماده شو برای حرکت بعد. روی حالت شنا بازم تا جایی که میتونیم میاریم بالا. به این حالت حتما شنا رو فشار بدید. آرنجو رو تا جایی که میتونید صاف نگه دارید. کوچولو خم باشه اشکال نداره. بریم. عالی. خیلی خوب. سعی کنید سر رو بین دو دستاتون قرار بدین. اینجا نباشه. تا جایی که میتونید بریم عقب.
بریم سراغ پای چپ. عالی. خیلی خوبه. ادامه بده. 3 2 و 1. عالی. نفس عمیق. استراحت بکن. حرکت آخر پا باز، دستا کنار سر و سمت چپ و راست خم میشیم. آماده بریم. 3 2 1 بشینیم. چپ راست. عجله نکن. به ترتیب وایسیم مثلا و بعد دوباره سمت مخالف. عالی. خیلی خوب. زیاد خم نشین، نذارید کمر خیلی خم بشه. عالی. چیزی نمونده. 3 2 و 1. عالی. 2 تا تا اینجا زدیم. دمتون گرم. خیلی عالی هست. بذار پا رو شروع کنیم. کشش. عالی. آماده این؟ بریم روی برپی. بزن بریم. 3 2 1. با باز بسته شونه ها رو لمس میکنیم و بعد در میگردیم بالا. با باز بسته شونه ها رو لمس میکنیم و بعد بالا. عالی. باز بسته شونه. خیلی خوب. ادامه بده. توی حرکت نذار بازن پایین شکم و بازن رو صفر نگه دار و تمام. عالیه. چیزی نمونده. تا آخر تمرین 5 حرکت دیگه است و تمام. خب به پشت بخوابیم. عالی. این حرکت تقریبا مثل استراحت عمومیه ولی فشارش میدونم زیاده ولی یه جور استراحت دیگه خوابیدیم. خب بریم واسم بالا. واساف پا رو بالا و پایین میبریم. خیلی خوب. عالی. واسم بالا. شکم رو صفر نگه تا کم نیار. واسنت نباید زن بخوره. عالی. ادامه بده. بالا بالا بالا. پایین نیار. پایین نیار. 3 2 1. عالی. خیلی خوب. عالی. اون سراغ پای بعدی. به پشت میخوابی. دوباره. آماده؟ بریم. 3 2 1. واسن بیار بالا. پای راست. برو بریم. عالی. واسن بالا. بالا بالا. بالا نگه دار. آخریشه دیگه. چیزی نمونده. با من باش. شکم صرف. چکش کن که شل نباشه. بزن روش. مطمئن باشه شکم سفته. 3 2 1. تمام. به به. عالیه. 3 تا دیگه با من باش و بعد تمام. خب حالت اسکوات قرار میگیریم و بعد دستا عقب و بعد هرش. خیلی خوب. آماده اید؟ 3 2 و 1. بریم. عالی. سعی کن زانوها داخل نیاد. سمت بیرون باشه و یه فرود نرم داشته باشه. بیر بالا. نفس رو خالی کن. عالی. 3 2 و 1. عالیه. خیلی خوب. حرکت پنجم. روی دستام قرار میگیریم. باسم بالا. حتی نفس عمیق بکشیم. آماده باشیم برای تمام کردن تمرین.
آماده؟ بریم. خب پا صاف، دست صاف، فشار بده. آماده؟ بریم. 3 2 1. خیلی خوب. عالی. ادامه بده. چیزی نمونده. 3 2 و 1. عالی. حرکت آخر. دیگه آخرش. من که حسابی عرق کردم، شما هم میدونید عرق کردیم و کلی کالری سوزوندیم. آماده این خوب فشار بده. میدونم پا سوزش داره ولی باید تحملش کنیم چون شما رو قوی تر میکنه. آماده؟ بریم دست بغل گوش. برو بریم. عالی. چپ راست. خیلی خوب. عالی. نصف تایم رفته. بیا پایین، بیا پایین. کم نگیر. عالی. چیزی نمونده. 3 2 و 1. عالی. یه دست برای خودتون بزنید. دمتون گرم. تمرین خیلی فوق‌العاده‌ای بود. ضربان بالا، عضله‌سازی زیاد. مرسی که منو همراهی کردید با این تمرین. امیدوارم که بازم تمرین دیگه ببینمتون. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.